خوش‌دوستان عزیز، مراسم جایزه سپاری را آغاز می‌کنیم و نخست از علیشیر برونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان دعوت می‌کردیم که بعد داوران این روزا تحفه‌های خاطره را بسپارند. مرحمت. داوران بازیگری بهترین خورشید تیمور جورایف عنوان افتخاری را بسپارند. خواهش میکنم. مرحمت. دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش همچنین مدال‌ها را بسپارند. مرحمت. دسته روشن کولا و خواندار جای سیوم مسابقه امروزه از رئیس شهری ایسال دوستان عزیز، من جایزه بر دسته روشن شهری کلاب مکافات پولی در حجم 20,000 سامانی ایشون از رئیس شهر ایسال قاسم راهبر و دیرکتور گلری لیگ فوتبال تاجیکستان سیمانی شاهپروانوف دعوت می‌کردیم که به مقامدار جای دوم مسابقه دسته نگاه کرده است